با سلام خدمت دوستان عزیز. امروز با روش اندازه‌گیری پایین تنه در خدمت شما هستیم. پایین تنه ما دامن و شلوار میشه. برای اندازه‌گیری هایی که برای دامن نیاز داریم، دور کمر به طوری متر رو قرار میدیم که کاملا بچسبه به تن، مثل بالا تنه نباشه، آزادی داشته باشه، باید کاملا بچسبه به تن. این نوار کرسلمون که هست خط کمرمونه. دور باستن هم که مثل بالاتنه به این صورت قرار اندازه گیری میکنیم. بلندی باستن از قسمت نوار کرسله تا برجسته ترین قسمت باستن. قد دامن ما هر جایی که مشتری خواست براش اندازه میزنیم. این میشه اندازه هایی که برای دامن نیازه. برای شلوار، کمر، باستن و بلندی باستن نیازه، به علاوه اندازه دور ران. متر رو طوری دور ران مشتری قرار میدهید که به فاق چسبیده باشه و هر اندازه که گشادی خواست براش علامت میزنید. به این صورت هر چقدر که خواست براش گشادی رو علامت میزنید. و دور زانو هم به همین صورت. یکی میخواد شلوار دمپا باشه، زانو باید تنگتر باشه، زانو رو تنگتر قرار میدیم به صورتی که یک انگشت تا زانو فاصله داشته باشه. دمپای شلوار هم به همین صورت دور مچ پا قرار میدیم. هر اندازه که خواست آزادی بهش میدیم. یکی خواست دمپا گشاد باشه، یکی خواست دمپاش راسته باشه و یکی میخواد حالا یه ذره بچسبه. اینها همه به سلیقه خود مشتری است. انشاءالله در رسم الگو همه اینا رو توضیح خواهم داد. ممنون. خدا نگهدار.